سلام دوستای قشنگم. بریم قسمت نهم از اجرای پاپیون ساتنی. ببینید بچه ها، ما الان پاپیون ساتنی رو تموم کردیم و میخوایم بریم سراغ مو. برای کشیدن مو ما نیاز به تیرگی ها و یک سری روشنی ها داریم که اینها رو با مداد سافتمون میتونیم بندازیم. من اینجا شروع میکنم کم کم با مداد سافتم اون تیرگی هایی رو که با پودر نمیتونم به دست بیارم رو بذارم. قسمت هایی که روشنه و تار به تار میشه ما با استفاده از پاک کن انجام میدیم. شما الان با مداد سافتتون شروع کنیم به زدن تیرگی ها و مثل پاپیون روش دوباره قلمو بکشین، پودرهای اضافی رو بگیرین و اون حالت محو رو توش به وجود بیارین. برای کشیدن تارها ما میتونیم از مداد هاردمون استفاده کنیم و اونها رو به صورت خطی نشون بدیم و همزمان یادتون نره که از پاک‌کن‌های خمیری با کنای فابر کاستلتون استفاده کنید. دوستان عزیز، به خاطر اینکه ویدیوها طولانی نشه و شما بتونید راحت‌تر اونها رو دانلود کنید، ادامه کار رو تو قسمت پایانی میتونید ببینید.